سلام. یا در مورد سوال قبلیتون در مورد اینکه منشأ و منبع بازیگری در تحولات منطقه و بین المللی ضرورتاً با مشارکت فیزیکی یا عدم مشارکت در یک رویداد شکل نمیگیره، فراتر از اون هست. قطعاً نفوذ و اثرگذاری جمهوری اسلامی ایران چیزی نیست که بخوایم غیر متعارفی نیست. متاسفانه جریان‌ها و افراد تروریستی در المسیر چارچوب لازم برای تعامل با آژانس. خب در مورد اینکه آینده چه خواهد شد الان ما نمیتونیم پیشگویی بکنیم، ولی بدون تردید تجربه بهترین آموزگار هست در هر حوزه‌ای، از جمله در حوزه دیپلماسی. در حال حاضر خب به صورت معمول آینده میزان بفرمایید. به نظرتون راهی وجود داره، راهکارهایی اندیشیده شده برای حالا کمتر کردن؟ 18 اکتبر 26 مهر ماه تاریخ پایان قطعنامه 2231 و محدودیت‌های مندرج در این قطعنامه است. ما فکر می‌کنیم که این قطعنامه در موعد مقرر باید خاتمه پیدا بکنه. اینو در نظر داشته باشید که شورای امنیت تصمیمی رو اتخاذ نکرده. اون چیزی که تحت عنوان بازگرداندن منطقه کشورهای اسلامی، چه در سطح سازمان همکاری اسلامی و چه در